با انیک هست چانل کیانشی میده. ویلکام تو مای چنل. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. توی ویدیو قبل دیگه ولاگ آماده شدم و همچنین رفتم به مدرسه داشته باشیم. پس امیدوارم که از ویدیو نهایت لذت رو ببرین. بچه چون این ویدیو خیلی وایرال شده بود، من براتون این ویدیو رو دارم ضبط میکنم و امیدوارم که خوشتون بیاد. که نشر و کامنت فراموش نشه و منو تو هر دو تا اپلیکیشن یعنی آپا و یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که ویدیو جدید من داخل شد. خیلی دوستتونم. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها من میخوام الان یکم توضیح از این 2 روز گذشته از مدرسه بگم که چی شده، چیکار شده و اینکه چیکارا کردیم تا الان. برای اونایی که نمیدونن من رشته‌ام معماریه و سال دهمم الان. برای همین من هنوز کتابا بهمون ندادن. یه لباسی هستن مخصوص کارگاه که اونم هنوز به ما ندادن. یعنی ما این 2 روز گذشته خب کار خاصی فعلا نکردیم. تو امروز فقط 2 تا زنگ طراحی و مبانی بستری داشتیم. احساس کنم درست گفتم، نمیدونم درست گفتم یا نه. و زنگ آخر هم ریاضی داشتیم که ریاضی یکم نمونه سال نهم حل کردیم و اون 2 تا یکی دیگه مربوط به رشته هنر بودش. و خب ما الان که رفتیم مدرسه هیچ دوستی هم پیدا نکردیم. انتظار بودیم 2 روز مدرسه چون واقعا هیچ کار خارجی نکردیم. رفتیم اونجا خسته من برگشتیم و وقتی هم که برمیگردیم ساعت 2 که برمیگردیم دیگه مثلا تا ساعت 4 این کارا خودمون میکنیم. میخوابیم تا ساعت مثلا 7-6 میخوابیم و خیلی بده. اگه این عادت ادامه پیدا کنه من دیگه نمیتونم کلا نه به کارهای آپارات برسم و نه به کارهای خودم. پس باید این چیزا درست کنم. و من این ویدیو رو ضبط میکنم چون الان ضبط میکنم بهتون توضیحات میگم و چون فردا قرار آماده بشیم ساعت 6 صبح. برای همین نمیتونم براتون ویدیو صحبت کنم زیاد. اصلا صحبت نمیتونم بکنم ولی فقط میتونم از خودم ویدیو بگیرم و براتون رکورد کنم دیگه. همین وقتی هم که از رفتم به مدرسه، وقتی هم که از مدرسه برگشتم دوباره یک توضیح میدم، یه آپدیتی بهتون میدم از کاری که تو اون روز تو مدرسه کردیم. دیگه فردا قرار تو لباس فرم منم ببینید، منتظرش باشید و خب بریم که ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. The moments we spent, I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, doesn't seem to cure at all. Nothing's gonna be any better. I'll love you ever and day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It just sort of a thing in the world. I'll say you're the destiny. خب بچه‌ها من از مدرسه برگشتم و وقتی که برگشتم دوباره هم مثل همیشه همونطور که بهتون گفتم رفتم خوابیدم و الان ساعت 7. یعنی واقعا همیشه 7 بیدار میشم. کوکم کردم، یعنی مثلا آلارمش خورد بلند شدم ولی باز همونجا که تو اتاق بودم خوابیدم و کلا خیلی بچه بده.
امیدوارم که از هفته جدید کلا از فردا بچه بتونم درستش کنم، چون واقعا میترسم که جوری بشه که دیگه بچه که حالا بخواد با میکروفون بازی کنم میتونم کنم فیلم بگیرم براتون یا کلا با پار برسم. همین اصلا چه کلی درگیری دارم و برای اونا که میرن سال هفتم یا میرن سال دهم مثل من و الان تنان میدونم شهرتون چطوره، میدونم چه سالی داریم. سال نهم خیلی خوشحال بودم چون پیش دوستان بودم. سال هشتم با اینکه غریبه رفتم سریع دوست پیدا کردم، ولی امسال نمیشه اینطوری بغضیم تو کلاس. ماسک هم میزنم برای اینکه بچه‌ها هم اولا من یکم مریضی داشتم اولش، برای اینکه بعضی وقتا بچه‌ها مریضن ولی ماسک نمیزنن دیگه و خب باز ما میگیم، باز من به مامانم مرتب میگم پس کلا خود درکیبی داره بچه‌ها. و آره دیگه ببخشید دیر به دیر ولاگ میذارم، واقعا اصلا اینا چه ولاگ خیلی زیاد نمیگم دیگه و از زیاد دیگه سخته اینو برای من میدونم چرا. اینجا من یه لکه شد که حالا میخوام بعد پاکش کنم رو لباس مرسم و آره دیگه اینم از لباس مرسم دیگه، همینه دیگه خاکستریه. حالا خاکستری نه آبی بهش میاد. تای مایاست و دیگه زیرش هم تیشرت میپوشم روش و امروز هم به شدت هوا گرم بود و دیگه میخوام برم دیگه حموم چون جدا خیلی گرم بود و عرق کردم دیگه. همین دیگه تا ویدیو بعدی خدافظ.